سلام بینندگان گرامی، یک خواهر به نام گولیه برای من نوشته است که برادر عزیز یک مشکلی بسیار کلان دارم و میخواهم که گوش بکنم که شما به من چی میگویید. خواهر عزیز به من نوشته است که زن دوم هستم و فرزند ندارم. از اول فکر میکردم که به خاطر خدا شوهر کنم و خدمت و احترام شوهرم به پا بدارم، اما بعد یک ماه شوهرم به ما بدرفتاری میکنه و احترامم نمیکنه. با ما گفته بود که با زن روسم جدا شدم، اما جدا نشده است، بدون نکاح زندگی میکنه. این مادر میگه که وقتی که من بازار میرم مردم از من سوال میکنن که تا حالی هم با هم مرد زندگی میکنی، با هم مردی که در عیش و عشرت رفته است و فقط در غم زنهای روس هست. در حقیقت امروز زن تاجیک درد داره. بیاین ما همچون مرد درباره مشکلات خود صحبت بکنیم. مشکلات زنای ما همین است که مردای ما در حقیقت احترام نمیکنن، چون مردای ما یک فکر دارن که اونها فقط کیف میخواهند و زنها کیف ندارن. فکر میکنن که بعضیش میگن که در اسلام ممکنه چند زن بگیری. بله ممکنه، انوی بیچاره که سیر که نه تنها با طعام و با دیگر چیز، این زن هم خوابگی میخواه، این زن هم بگیم که راحت میخواه. این هم مثل تو نفر است، چون زنها هم مثل مردا برابر حقوق هستند. شما در حقیقتا زن زده شدگی هستید. زنی زیاد از در تاجیکستان و احترام زن شما با پا نمیدارید. نگاه بکنین، شما اگر یک زن عرب داشته باشین، باور کنین اوقاتون نکنه، طعامتون نپزه، با بزمعی فرزنداتون خودتون نگاه بکنین، بعد میفهمین که حیات چی است. من چی میخوام با این خواهرم بگم؟ خواهر عزیز، زندگی خودت با بوی این مردک بد نکن و ناراحت هم نشه. خوشحال باش، از درگاه خدا بخواه که خداوند ترا توفیق تا زیاد بکنه و کوشش بکن که همیشه انسان خوب باشی. من برای شما گفتنی هستم که بهترش میشه که از این شوهر تو جدا بشین و در پیش خدا دعا بکنین، نماز تهجد بخونین، از خدا خواهش بکنین که خداوند برای شما یک مرد خوب بده. این مردم تاجیک حال هم مردگی نیست، مردکای با ناموس هم داریم، مردکای یعنی که با قوت هم داریم، چون در حقیقتا بعضی ها میگن که این زنای ارس خشروگی شبیه چیکارش میکنی و هم زن تاجیک هم میگیری. همین زن تاجیک هم یک هفته ببرش مشق بکنه، یک ماه دو ماه ببرش رستوران، بیچاره را بگوش که دوستش داری، بوسش بکه، یعنی که بگوش که تو برام خیلی عزیزی. باور کنی نکنی امی زن تاجیک از همه زنها در برای تو زیبا می شود. زنهای ما آینده فرزندای ما هستند. اگر شما امروز قدر زنهای تاجیک ندانید، بدانید که در آینده فرزندانتان هم از تاجیکی دور می شوند و هم از اسلام دور می شوند و در قیامت در پیش خدا جواب می گویید. به همون خاطر برادری که به زن ظلم میکنی، این ظلمات بس که یک روز میآید که پشیمان میشی و یگان آب سرت نمیشوید. برادرای عزیز گرامی که درس زبان آلمانی میخوانین، انشالله انتظار باشین. ما در انتظار بعضی چیزا هستم که بیاین، چون که بتونم که شما را به خوبی درس بدم. و برادرایی که انتظار جواب به تماشابینان عزیز قسم 3 هستن، انشالله به نزدیکی میفروید، چون کمی مشغول بودم. خدا حافظ تو باشه، در امان خدا باشین.